دوست قدرتمند من، بذار چند تا از بهترین حرفایی رو که تا حالا شنیدم رو بهت بگم. 1. سخت ترین تصمیم ها نیازمند قوی ترین اراده هاست. 2. هیچ وقت یه اشتباه رو 2 بار تکرار نکن. 3. اونقدر به چیزی وابسته نشو که نتونی ظرف 30 ثانیه رهاش کنی. 4. هیچ وقت در مقابل خانوادت طرف کس دیگه ای رو نگیر. 5. مردم تو لحظه آخرشون بهت نشون میدن که واقعاً کی هستن. یه نفر میگفت زندگی مثل یه جعبه شکلات هست، هیچ وقت نمیدونی چی قراره گیرت بیاد. لبخند بزن، از لحظه هات لذت ببر.